اگه نصف شب کسی اسم تو صدا بزنه ولی تو خونه تنها باشی، بر نگرد. مهسا اینو نمیدونست و نزدیک بود زنده نمونه. کرمان سال 94 ساعت 2:45 نصف شب. مهسا چراغا رو خاموش میکرد که یه صدای آروم از ته راه رو گفت مهسا. خشک شد. گفت شاید از بیرونه. ولی چند لحظه بعد همون صدا، این بار دقیقاً کنار آشپزخونه، مهسا بیا. ترس افتاد به جونش. گوشی رو برداشت که نور بندازه. یهو صدای قدم‌ها شروع شد. آروم، کشیده، مثل اینکه یه چیزی داشت رو زمین خودش رو میکشید سمتش. قدم‌ها رسیدن پشت سرش. تو سکوت خونه صدای نفس کسی رو پشت گوشش حس کرد. نتونست تکون بخوره.